سال 1959 وقتی که استودیوی دولتی تاجیک فیلم به نوار گرفتن فیلم‌های رنگ شروع نمود، در همین هنگام فیلم نوبتی تحت عنوان وقتی زنگیری پسر رسید از جانب کارگردان مشهور تاجیک طاهیر صابرов به نوار گرفته شد. فیلم مذکور آنقدر شهرت پیدا کرد که در هر نمایش استعداد زیادی هواداران سینما را به هم می آورد. طاهیر صابرов هر یک لحظه های فیلم را با مهارت و ذوق بلند آفریده است که این از هنر بلند کارگردان حرفه‌ای بودنش درک می دهد. در فیلم نقش‌های مرکزی را جهان سیمورودوف، دلبر قاسیمووا، مراد عارفوف و دیگر هنرمندان کسبی تاجیک اجرا نمودند. گرچند از تهیه فیلم مذکور سالهای زیاد گذشته است، اما تا حال بیننده خود را گم نکرده، برعکس در هر دیدن دلخواه نفر باز هم مفتون و شیدای آن می گردد. در این فیلم رسم و آیین‌های مردمی، مهر و وفای جوانان، مبارزه برای وصال یار، سرانجام خوشبختی جوانانی عاشق خیلی خوب انعکاس یافته است. محتوای فیلم از روزگار اعظم و سیفی نام دزدان دیرینه قصه می کند که پس از ختم دانشگاه به دهه برگشته و دو زیبا صنم که هر دو را نام زیبا می باشد دل می بندند و برای به دست آوردن دزداشته های خویش مبارزه می برند. یادآور می شویم که فیلم مذکور بار نخست ماه ینور سال 1960 در تاجیکستان و ماه ایول همان سال در روسیه به نمایش گذاشته شده بود. امروز نیز سینماگران تاجیک بر آن می کوشند تا توسط آفریده های نوین خود معرفیگر ملت تاجیک باشند.